سلام، به کانال ما خوش اومدید. اینجا جاییه برای اونایی که عاشق یادگیری هستن اما وقت خوندن کتاب ندارن. ما توی این کانال بهترین و تأثیرگذارترین کتاب‌های جهان رو برات خلاصه می‌کنیم. اونم به زبونی ساده، قابل فهم و توی قالب پادکست‌های شنیدنی. خلاصه کامل کتاب پدر پولدار، پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی. همه ما در زندگی با دو نوع ذهنیت روبرو هستیم. ذهنیت پدر بی پول و ذهنیت پدر پولدار. اما تفاوت این دو در چیست؟ چه چیزی باعث می شود برخی افراد در پول درآوردن موفق باشند و برخی دیگر همیشه درگیر مشکلات مالی؟ کتاب پدر پولدار، پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی پاسخی است به این پرسش‌ها. کتابی که مسیر زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر داده است. بخش اول، دو پدر، دو نگاه متفاوت. رابرت در کودکی دو پدر داشت. یکی پدر واقعیش که تحصیل کرده بود، کار دولتی داشت، اما همیشه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کرد. و دیگری پدر دوست صمیمیش که مدرسه را زود ترک کرده بود، اما تبدیل شد به یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی. پدر بی پول می گفت پول ریشه تمام شرارت هاست، اما پدر پولدار باور داشت فقدان پول ریشه تمام شرارت هاست. ثروتمندان برای پول کار نمی کنند. کیوساکی در این بخش تأکید می کند ثروتمندان برای پول کار نمی کنند، بلکه یاد می گیرند چگونه پول را برای خودشان کار بیندازند. او میگوید اگر تنها به خاطر حقوق ماهانه کار کنید، گرفتار چرخه بیپایان میشوید. کاری ثابت، حقوقی ثابت و هزینه‌هایی رو به افزایش. اما ثروتمندان ذهنیت متفاوتی دارند. آنها دنبال دارایی هستند، نه فقط درآمد. بخش سوم، سواد مالی، کلید آزادی. یکی از پیام‌های کلیدی کتاب این است: اگر می‌خواهی ثروتمند شوی، باید سواد مالی داشته باشی. نه فقط جمع، تفریق، ضرب و تقسیم، بلکه درک عمیق از مفاهیمی مثل دارایی، بدهی، درآمد منفعل، سرمایه گذاری و جریان نقدی. تعریف ساده کیوساکی از دارایی: هر چیزی که پول وارد جیبت میکنه، و بدهی چیزی که پول از جیبت بیرون میکشه. خانه شخصیت دارایی نیست اگر برات درآمد ایجاد نکنه. بخش چهارم، قدرت کارآفرینی و ریسک پذیری. پدر پولدار رابرت را تشویق میکرد که از شکست نترسد. میگفت شکست واقعی نترسیدن از شکست نیست، بلکه تسلیم شدن در برابر ترس هاست. کارآفرین ها ریسک میکنند، ولی با آگاهی. آنها تجربه میکنند، اشتباه میکنند، یاد میگیرند و رشد میکنند. در مدرسه به ما یاد میدن که اشتباه نکنیم، اما در دنیای واقعی موفق‌ها همونهایی هستند که اشتباه کردن ولی ازش عبور کردن. بخش پنجم، چرا ثروتمندان مالیات کمتری میپردازند؟ رابرت توضیح میدهد که ثروتمندان از ساختار شرکت‌ها استفاده میکنند. اول خرج میکنند، بعد مالیات میدن. ثروتمندان قوانین مالیاتی رو یاد میگیرن و ازش به نفع خودشون استفاده میکنن. اینه که سواد مالی به شما قدرت میده، نه فقط تلاش بیشتر. بخش ششم، اهمیت آموزش مالی به فرزندان. رابرت تاکید میکنه بچه‌هات رو برای دنیای آینده آموزش بده، نه برای دنیای دیروز. در مدارس چیزی در مورد مدیریت پول، بدهی خوب، سرمایه‌گذاری یا ساخت درآمد یاد نمیدن. این وظیفه پدر و مادر هاست که به بچه‌ها یاد بدن چطور ثروت بسازن، نه فقط دنبال شغل باشن. بخش هفتم، راه استقلال مالی چیست؟ سرمایه‌گذاری یاد بگیر. به جای کار کردن برای پول، یاد بگیر پول برایت کار کنه. دارایی بساز. مثل ملک اجاره‌ای، کسب و کار، سهام سودده، حق تألیف یا حق اختراع. جریان نقدی بساز، نه فقط سرمایه. و مهمتر از همه، به جای این که بگی نمیتونم بخرمش، بپرس چطور میتونم بخرمش. بخش پایانی، حرف آخر. پدر پولدار، پدر بی پول فقط یک کتاب نیست. یک دعوتنامه است. تغییر نگاهت به پول، به زندگی و به آینده‌ات. تو هم میتونی ثروتمند باشی، به شرطی که بازی پول رو یاد بگیری.
و با شجاعت واردش بشی. ممنونیم که تا اینجا همراه ما بودید. اگه این پادکست برات مفید بود، لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا خلاصه های بعدی رو از دست ندی. هر هفته با یک کتاب جدید یک گام به سمت رشد و آگاهی برمی‌داریم. وقتش ذهنمون رو تغذیه کنیم. تا پادکست بعدی با آرزوی روشن‌ترین روزها. خدا نگهدار.